السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای حجامه برادران عزیز مترو لوبلینا بر رقم های روی اکران میتونید که ان شاء الله مراجعت کنید. برادران در خدمت هستند. دوستان و برادران عزیز، بسیاری ها می نویسند که چرا ازبکستان آمدی و تاجیکستان نمیوی؟ الله نگهبان هر یک ما و شما باشه. اولش که الله سبحانه و تعالی همه بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا فرماید که محتاج یگان کس نشوند. شفا دهنده الله سبحانه و تعالی است، بلکه بعضی از بنده های الله یعنی سبب می شوند و اونها شفا می یابند به سبب اون بنده ها و به تلاوت قرآن کریم که الله می فرماید که ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمن ها. خب یعنی ما طرف ازبکستان به چه خاطر آمدیم؟ به خاطری که تکلیف ما کردن توی داشتن، از همون خاطر یعنی بگیم بلیط ما نگرفتن خیسه ما آمدیم، یعنی توی آمدگی هستیم طرف تاجیکستان. حالا نمیدونیم که میریم یا نمیریم، الله اعلم، خدا خودش میدونه. و اون خاطر یکی اگر شید میریم، اگر که نشید قدر الله یعنی در طرف قزاقستان میباشیم. و در مسکو یعنی بسیار برادران مراجعت میکردن که برای دندان رو در کجا بکنیم، در کجا پلمبا بزنیم، در کجا تازه شان کنیم، یعنی دندان در کجا بچسبونیم دیگه خلاصه همه اسلوباش برادران تاجیکانی خودمان هستند در یعنی مسکو قریبی صدوات قریبی مترو لوبلینا. یعنی بر رقم های روی اکران میتونید که مراجعت کنین. جای کارشان یعنی نمی صورتاشون ماندگی برادران در خدمت هستند، یعنی میتونید که بر رقم های روی اکران مراجعت کنین، ادرسشون بگیرین، سراغشون یعنی نرخ نهارا در گوار کنین بنویسین و برین ان شاء الله که یعنی معالجه دندونای ختان کنین. خب یعنی برای انسانانی که بیمار هستند، یعنی همه انسان یک چیز میخونه، یعنی همه تلاوت قرآن میکنن، شفا از جانب الله سبحانه و تعالی است. لیکن سبب اونه که اکثریت مردم حرکت و کوشش نمیکنن، بعضی حالت ها میشه که مردم یعنی رفتار خوب نمیکنن. یعنی حالا اون که انسان مریض داره، بیمار داره، یعنی به همون مولایی که دیگه باشه، مثال بسیارش مثلا خدمت میگیرم مراجعه میگه بخیر بیا با هم فلان اینجور، میگم برادر عزیز من در قزاقستان هستم، ما ادرس جو مکان ندارم، ما در این خونه بگیم در گسینسه قرار دارم، این حال خیلی همجره بیا کوشش میکنم، نمیگه بخیر به ادرس من بیا. یعنی من میگم ما در اینجا مهمونیم جو مکان ما شما رو نمیدونم، اگر فراتون بیا با تاکسی بریم، نمیگه خودت بخیر بیا. خلاصه میخیلی یعنی از همین خلاصه که ما خلاصه میبریم که نسبت دیگران رو همین خیر رفتار میکنن که بعد اونها رو کوشش نمیکنن، حرکت نمیکنن، جین همون انسان را یعنی نمیبرن. بلکه همه انسان یک چیز میخونه، من باشم قرآن میخونم، دیگه مولاشم باشه قرآن میخونه، بلکه همت خود رو نشان بدین، یعنی معامله و رفتار خود رو. چه که مثال بگیریم در بلینسه ها میریم، زورا اون میگیم که التماس یا ایلوش کنین بیماری ما رو معالجه کنین، اگر که به همون خوریایی که رقیق خان هستن اگر همین خیر رفتار کنیم، معامله کنیم، ان شاء الله که حرکت میکنن، کوشش میکنن، همون جینه میبرن. لیک از بگیم رفتاری بدمان به هم خاطر اونها رو هم کوشش نمیکنن. چه که مثال بگیم یک حافظ باشه یا یک فوتبالیست باشه، یک سپورتسمن باشه، نسبتش چه یعنی احترامانه گپ میزنیم، حرکت میکنیم، بهترین گسین سر براش یعنی آماده میکنیم دیگه. ما فکر میکنم که مولاها از اونها در اگر خیلی بگیریم نزد الله سبحانه و تعالی بالاتر هستند، که الله میفرماید که اولو العلم درجات، آنانی که علم دارن نزد الله سبحانه و تعالی یعنی قدر قیمت دارن. الله میفرماید که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا آنانی که میدونن و آنانی که نمیدونن آیا اونها برابر هستند؟ هرگز برابر نیستند. با اون خاطر یعنی حال زمانش میشه که تو برای نکاح کردن یا که برای جنازه کردن مولا را میکویم، نیک پیدا کردن نمیتوانیم. با اون خاطر یعنی هر اون چیزی که هست عین حال باید چیکار کنیم؟ قدردانی کنیم. الله نگهبانتان باشه. اگر که تونستیم حرکت میکنیم، یعنی به وطن عزیز میاییم، حرکت میکنیم، چیزی که دستمون اومد کوشش میکنیم کمک خود رو برسانیم. و اگر که نتونستیم یعنی در قزاقستان میباشیم ان شاء الله، یا در شهر المتا یا در شهر شمکن. فی امان الله. السلام علیکم.